سلام رفقا، به کانال سینما ورد خوش اومدید. من عبد هستم و در خدمتتونم با معرفی 6 تا از بهترین فیلم های سینمایی 10 روز اخیر. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم لطف کنین با کامنت ها و لایکاتون به ما انرژی بدین و اگه این اولین ویدیویی که از کانال ما میبینید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم یادتون نره بزنید که به محض اینکه ویدیو جدید گذاشتیم بهتون اطلاع بدیم. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. مگ 2 در ژانرهای اکشن و ماجراجویی که در سال 2023 به کارگردانی بن ویتلی ساخته و پخش شد. مگ 2 دنباله ماجراهای جوناس تیلور با بازی جیسون استتهام 56 ساله که نیازی به تعریف من نداره. ایشون در حال حاضر یکی از سرشناس‌ترین بازیگرای مرد فیلم‌های اکشن هالیووده. مگ 2 برخلاف نسخه قبلی که سال 2018 اکران شد از جیسون استتهام بهره بیشتر میبره. منظور من اینه که تو صحنه‌های اکشن رزمی بیشتری ازش استفاده میکنن. علاوه بر این مگ 2 از جلوه‌های ویژه خیره کننده تر و واقعی تری برخورداره. درست نقد فیلم نمرات پایینی گرفته ولی عملکردش تو گیشه تا الان خوب بوده و حدوداً 352 میلیون دلار فروش داشته. Whatever is down there is trying to make its way to the surface. This is a bad idea. درست نقد فیلم نمرات پایینی گرفته ولی در مقابل بودجه 195 میلیون دلاریش عملکردش تا الان تو گیشه خوب بوده و حدوداً 352 میلیون دلار فروش داشته. راجع به نمراتش هم میتونم بگم که فیلم های اکشن این شکلی معمولاً نمرات کمتری میگیرن ولی اصلاً دلیل نمیشه که فیلم خوبی نباشه. نکته دیگه هم این که قبل از اینکه این فیلم رو ببینید مگ 1 رو حتما تماشا کنید چون به هم مربوطن. در مورد مگ 1 هم باید بگم فیلم نسبتاً خوبیه و فروشش در گیشه هم موفقیت آمیز بوده. در رابطه با آینده این فرانچایز هم باید بگم که مگ 3 هنوز تولید و ساختش توسط کمپانی سازنده تایید نشده ولی بعیدم نیست که چراغ سبز بده. What happened last time? You don't want to know. در حال حاضر امتیاز ساخته امسال آقای ویتلی در سایت IMDb 5.3 و منتقدین امتیاز 30 رو در سایت راتن تومیتو به این فیلم اختصاص دادن. در کل این اثر برای کسانی که ژانر اکشن رو میپسندن اثر خوبیه و میتونین این فیلم مهیج رو در کنار خانواده تماشا کنید و از دیدنش لذت ببرید. ویکیشن فرند 2 ویکیشن فرند 2 یا تعطیلات دوستان در ژانرهای اکشن و کمدی به کارگردانی کلی تارور با بازیگری جان سینا در سال 2023 ساخته شد. فروش گیشه فیلم همچنان معلوم نیست ولی این فیلم همانند نسخه قبلی خودش اثر کمدی عالی از آب در اومده. دنبال ماجراهای مارکوس و ران و همسرانشون رو دنبال میکنه که این سری تصمیم گرفتن برای تعطیلات به جزایر زیبای کارائیب سفر کنن. توی تعطیلاتشون همه چیز خوب پیش میره تا اینکه پدر زن ران که تازه از زندان آزاد شده بدون دعوت تعطیلاتشون رو به هم میریزه و تمام تعطیلات این دو خانواده جذاب رو خراب میکنه. درجه سنی فیلم آر هست ولی مورد خاصی نداره و راحت میتونین با دوستانتون یا خانواده تماشا کنین و ازش لذت ببرین. در حال حاضر تعطیلات دوستان تونسته امتیاز 5.3 رو از سایت IMDb و امتیاز 22% رو از سایت راتن تومیتو دریافت کنید. در کل اگر طرفدار فیلم‌های کمدی هستین و میخواین یک تایم شاد و مفرح رو کنار دوستان و خانواده‌تون داشته باشین این فیلم رو بهتون پیشنهاد میدم و امیدوارم از دیدنش لذت ببرید.
I've never seen that much water come off a person before. Did I throw up a lot? Your butthole threw up, bud. کابوب یا تارعنکبوت. کابوب در ژانرهای ترسناک و هیجان انگیز به کارگردانی سامیل بادین در سال 2023 با بازی آنتونی استار، بازیگر معروف سریال بنشی و سریال د بویز ساخته شد و تاکنون در گیشه جهانی فروش 3.7 میلیون دلاری رو داشته. راجع به این فیلم باید بگم که برخلاف فیلم‌های ترسناک دیگه این اثر داستان خیلی دارکتری رو داره و شاید به سلیقه همه خوش نیاد، اما اگر طرفدار فیلم‌های ترسناک هستید و دوست دارین یک اثر متفاوت رو با یک داستان تلخ ببینید، حتما این فیلم رو از دست ندید. تارعنکبوت با درجه سنی آر ساخته شده و داستان فیلم حول محور پیتر میچرخه، پسر بچه‌ای که مدام اصرار داره که صدایی از دیوار اتاقش شبیه به صدای تق تق میشنوه، اما پدر و مادرش اصرار دارن که این صدا زاده تخیلاتشه، تا اینکه پیتر به پدر و مادرش مشکوک میشه که شاید راز وحشتناکی از اون مخفی کردن. در حال حاضر تارعنکبوت امتیاز 5.9 از 10 رو از سایت IMDb و امتیاز 62% رو از سایت منتقدین یعنی راتن تومیتو کسب کرد. دوستانی که اهل فیلم های ترسناک هستند این فیلم رو از دست ندن. The Last Voyage of the Demeter. Evil is on board. Powerful evil. We call him Dracula. The Last Voyage of the Demeter یا آخرین سفر دمتر، فیلمی در ژانرهای ترسناک و فانتزی به کارگردانی آندره اووردال در سال 2023 ساخته شد. این فیلم بودجه ساخت 45 میلیون دلاری داشته که باید گفت برای یک فیلم ترسناک بودجه نسبتاً زیادی محسوب میشه و احتمالاً شاهد یک اثر عالی خواهیم. از بازیگران مهم این اثر بازیگر سریال گیم آف ترونز لیام کانینگهم رو میشه نام برد. داستان فیلم از جایی شروع میشه که خدمه کشتی تجاری دمتر از کارپاتیا به لندن سفر میکنن تا محموله ای از 50 جعبه بدون نامونشون رو تحویل بدن. با این حال اونها به زودی میفهمن که تنها نیستن، بلکه حضور نامقدس دراکولا سفر رو به یک مبارزه کابوسوار برای بقا تبدیل. Something ripped apart the animals. All the livestock. This looks like a bite. Search the ship. Everywhere. Evil is on board. Powerful evil. اثر ترسناک و هیجان انگیز حول محور نامقدس لورد دراکولا میچرخه، اما کاملا نسبت به فیلمایی که قبلا در مورد لورد دراکولا ساخته شده متفاوت. آخرین سفر دمتر تا کنون امتیاز 6.4 از 10 رو از سایت IMDb کسب کرده. اگر از فیلم‌های ترسناک تکراری و یک شکل خسته شدی، پیشنهاد میکنم یکی رو از دست ندی. Heart of Stone یا سنگ دل. Heart of Stone در ژانرهای اکشن و معمایی به کارگردانی تام هارپر از طریق سرویس استریم نتفلیکس در سال 2023 پخش شد. از جمله بازیگران مهم این فیلم آقای جیمی دورنن بازیگر مرد سگانه 50 Shades of Grey و خانم گال گادوت بازیگر 38 ساله اسرائیلی که نقش واندر وومن در دنیای DC رو ایفا کرده.
و در حال حاضر یکی از بهترین و گرون قیمت ترین بازیگران زن هالیوود محسوب میشه. در خصوص ساخت این اثر باید گفت نتفلیکس بعد از موفقیت چشمگیر سری فیلم های استخراج با بازی کریس همزورث و گلشیفته فراهانی به دنبال ساخته همچین فیلمی بوده، ولی با بازیگر اصلی زن، و چه کسی بهتر از گال گادوت. خود فیلم داستان ریچل استون رو نشون میده، مأمور اطلاعاتی دو جانبه‌ای که به دنبال سارقین مهمترین سلاح مخفی سازمانش میگرده و هدفشون چیزی جز ترور و ایجاد رعب و وحشت نیست. Shouting exit route. We've been breached. What's happening? Our systems are offline. We've lost the heart. And now you answer to me. فیلم نمایانگر یک دنیای جاسوسی جدید بوده و احتمالاً در آینده شاهد دنباله‌های بیشتری از این دنیا باشیم. نقاط قوت هارت آف استون، لوکیشن‌های فیلمبرداری بسیار زیبا و صحنه‌های اکشن عالی و کسر درجه و بودجه بسیار بالا. نقاط ضعف اون فیلم داستان فیلم که میتونست خیلی بهتر کار بشه و درجه سنی فیلم که به نظرم اگه آر میبود شاهد فیلم جدیدی. در حال حاضر این فیلم امتیاز 5.7 از 10 رو در سایت IMDb و امتیاز 29% رو از سایت منتقدین یعنی راتن تومیتو دریافت کرد. اگر از طرفدارهای فیلم‌های مهیج هستین حتما این فیلم رو در کنار خانواده نگاه کنین و از دیدنش لذت ببرید. Past lives. There's a word in Korean, inyeon. It means providence. Past lives یا زندگی‌های پیشین که در ژانرهای درام عاشقانه به کارگردانی سلین سونگ در سال 2023 ساخته و پخش شد. فروش فیلم در گیشه جهانی یا باکس آفیس به مبلغ 10.9 میلیون دلار رسید که مبلغ قابل توجهی واسه یک فیلم آمریکایی کره، اونم تو ژانرهای درام عاشقانه. داستان فیلم زندگی‌های پیشین بر اساس زندگی دو دوست قدیمی و صمیمیه که بعد از مهاجرت خانواده یکیشون از کره این دو دوست از هم جدا میشن و بعد از چندین سال به طور اتفاقی همدیگر رو واسه یک هفته سرنوشت ساز و احساسی دوباره ملاقات میکنن. کارگردان این اثر تونسته به بهترین نحو ممکن از بازیگرای فیلم استفاده کنه و اثر بسیار احساسی و زیبایی رو خلق کنه. در خصوص نمرات کاربران فیلمم باید بگم که این اثر امتیاز بالای 8.2 از 10 رو از سایت IMDb و امتیاز خیره کننده 98% و از سایت منتقدین یعنی راتن تومیتو بگیره که واقعا قابل توجهه و کمتر فیلمی رو میبینید که بتونه همچین امتیاز بالایی رو از این سایت بگیره. اگر تصمیم گرفتین این اثر رو ببینید خاطر جمع باشید که شاهد یکی از بهترین عاشقانه های امسال هستید. امیدوارم از دیدن این اثر زیبا لذت ببرید. اینم از 6 فیلم برتر 10 روز گذشته. ممنونم که تا آخر ویدیو با من همراه بود. اگر از ویدیو خوشتون اومد با لایک کردنتون از ما حمایت کنید و اگر نظری دارید حتما با کامنت ها ما رو در جریان بذارید. تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.